تلفن به سوی مادر صدا کرد که ای مادر جان میخواهم که بیام یک خونه آباد کنم همسر ما بگیرم داخلی آن خانه شما یک بار نفسی آزاد بگیرم که این قدر گرده کچی من یک بار نفسی آزاد گرفتم نتونستم. تمام وجودش مصیبته، تمام وجودش دردغمه. ای روزی که والله قسم به خدا من صدای مرگ این را شنیدم شوخو نیستم. برای این گریه میکنم برای عذاب باشه گرده کتیاش. این را فرزند زنده جدا میگن. ای صغیر در این سختر بتره. وقتی که انسان گرده کچید او خار و ذلیل و حقیر میشود. وقتی که در خونه یزده میدراید در خونه تقا میدراید اول چهره همون ها را نگاه میده که بر اون تبسم دارن یا نه. بیچاره ایدر میدراید اگر چند غمگین هم باشه